امام رضا علیه السلام به این نقاط توجه کردند و ما این نقاط رو به همدیگه وصل کردیم. تقریبا به یک نقشه تقریبی رسیدیم که امام رضا علیه السلام در زمانی که به محدوده مشهد کنونی تشریف آوردن از چه جاهایی عبور کردن. حدود مسیر امام رضا علیه السلام رو بتونیم با این پژوهش میدانی تقریبا نشون بدیم. این مشهد قدیمه و نکته‌ای که ما تو پژوهش‌های مختلف و توی اسناد مختلف مطالعه کردیم و اینجا داریم جمع‌بندیش رو ارائه میدیم، این نقاط قرمزی هستند که در اینجا مشخص شده که در روایات به هر کدوم از اینها اشاره شده که امام رضا علیه السلام به این نقاط توجه کردند و ما این نقاط رو به همدیگه وصل کردیم. تقریبا به یک نقشه تقریبی رسیدیم که امام رضا علیه السلام در زمانی که به محدوده مشهد کنونی تشریف آوردن از چه جاهایی عبور کردن. حدود مسیر امام رضا علیه السلام رو بتونیم با این پژوهش میدانی تقریبا نشون بدیم. طبیعتاً ورودی به مشهد از سمت کوهسنگی هست، خیابان دانشگاه امروز، خیابان کوهسنگی، خود پارک کوهسنگی و ورود به محدوده خیابان دانشگاه، خیابان ارگ. در اینجا در واقع ورود به مشهد قدیم هست و محل سراب همون محدوده‌ای هست که قصر حاکم در اونجا قرار داشته که در ابتدای محله سناباد بوده و از اونجا ما در این نقطه که نزدیک تپه‌المحله هست باغ رضوان رو داریم که در اینجا یه محلی به نام قتلگاه وجود داشته و آخرین قدمگاه امام رضا علیه السلام اینجا بوده. خود حرم هست که قسمت صحن عتیق و صحن کهنه توسط حضرت خریداری میشه از حمید ابن قحطبه طایی و ملک حضرت رضا علیه السلام هست و بعد ادامه مسیری که داشتن به سمت خواجه که از محدوده دروازه نوقان میره تا خواجه. این مسیری هست که در منابع بهش اشاره شده و خب طبیعتاً از این مسیر هم باز خارج شدن از سمت دروازه پایین خیابان، خروج پیدا کردن به سمت سنگبست و به سمت مرو حرکت فرمودن. این حرکت ها نشانگر اینه که حضرت رضا علیه السلام این محدوده های محلات مرکزی مشهد رو در اون زمان عبور کردن و از اینجا تشریف بردن به خواجه ربیع. این فعلش هم که اینجا هست، اگر ما بپذیریم که حضرت رضا علیه السلام در برگشت در دستگردان به شهادت رسیده باشند، باز از محله پایین خیابان از اینجا حضرت رضا علیه السلام رو وارد کردن به محله نوقان. این دروازه نوقانه، اینجا هم دروازه میرعلی آموه که این دروازه میرعلی آمو همیشه بسته بوده. شاید یکی از احتمالاتش این باشه که این همون دروازه‌ای که حضرت رضا علیه السلام رو وارد محله نوقان کردن که خب زنان نوقان چون حضرت خانوادهشون در اینجا نبودن مهریه خودشون رو میبخشن و از حضرت یک تشییع جنازه خیلی تاریخی به عمل میارن و به همین دلیل محله نوقان با قدمت حدود 1200 ساله هنوز پابرجاست و همون محله که ما در دوران کودکی در اینجا بودیم و خب طبیعتا بعد از اینجا به باغ حمید ابن قحطبه طایی یا به این محل باغ رضوان میارن و در اینجا غسل انجام میشه یا به محله سراب میارن و در محله سراب در آب سراب غسل داده میشه و بعد حضرت در این محل کنونی اونجا مدفون میشن. این تقریبا یک نمادی از حرکت حضرت رضا علیه السلام در محلات قدیمی مشهد نسبت به بافت کنونی در واقع هست که میتونه برای خیلی از افراد جالب توجه باشه و
یه ذهنیتی داشته باشن که حضرت رضا علیه السلام از چه محلاتی عبور کردن. طبق اون تصویری که قبلا داشتیم، اون نقشه قدیمی پیاده شدهش روی نقشه کنونی مشهد، این قسمت رنگی هست که قسمت کهن مشهد رو نشون میده و حدود 10 تا محله داره که این محلات تقریبا آثار کمی از این محلات تا حدودی باقی موندن که محله بالاخیابان، محله سراب، محله ارگ، محله سرشور، محله ایدگاه، محله نوقان، تهپل محله، محله پاچنار و محله چهارباغ. اینا محلاتی هستند که تقریبا در گذشته در مشهد وجود داشتن و کل مشهد همین محدوده رنگی بوده. دروازه ها رو هم حدودا اینجا مشخص کردن. این دروازه بالاخیابان هست که محدوده خیابان سعدآباد و آبکوه باز میشه. این دروازه سراب هست که محدوده خیابان دانشگاه و ابتدای خیابان سناباد اونجاها باز میشه. این دروازه ارگ هست که محدوده خیابان امام خمینی و خیابان ارگ. این دروازه ایدگاه هست که محدوده خیابان 17 شهریور و این هم دروازه پایین خیابان هست که تقریبا محدوده خیابان سرخس و اونجاها باز میشه. و این هم دروازه نوقان هست که به سمت ایستگاه راهن اون محدوده باز میشه. دروازه میر علی آمو هم که در این محدوده ها قرار داشته که این محدوده های مربوط به پارک امت و اونجاها. جالب اینه که این محلات مشهد همشون محلات مرکزی مشهد برای همه مشهدی ها بسیار پرخاطره، بسیار پربرکت، بسیار دلنشین هستند. محله سرشور که خب مشخصه، محله ارگ اگرچه که بعدها احداث شده ولی خب یکی از محلات پرخاطره است. محله سراب خصوصا خیلی انسانهای بزرگی در اینجا متولد شدن و چهره‌های خیلی مشهور رو ما داریم. بعد محله بالاخیابان، همچنین محله پاچنار و تپل محله که یکی از اون محلات بسیار کهنه که هنوز هم آثارش هست. محله چهارباغ هم که خب چسبیده به محدوده حرم هست و ادامه همین در واقع قنات هست که از اینجا عبور میکنه. خب طبیعتاً وابسته به حرم هست، تقریبا الان جزء محدوده حرم شده. و محله نوقان به عنوان یک محله مسکونی بسیار پرخاطره و بسیار با مردمی با یک تمدن خیلی کهن و پیشینه بسیار جالب خصوصا در یاری حضرت رضا علیه السلام ثبت شده هستند. طبیعتاً بعدها دیگه مشهد گسترش پیدا کرده و این بخش ها امروزه تقریباً در حوزه شهرداری سامن محدود شدن و شهرداری سامن شامل همین محدوده کهن مشهد قدیم میشه.